بابای حاجی میرزا گوید که آیا از الله بخواهی که جانت را بگیرد گناهگار میشوی یا نه؟ یعنی نفر برادران عزیز به طرف الله دعا میکند که خدایا جان ما بگیر، خدایا مقصد از همین زندگی بیزارم، خدایا مردن میخواهم. آیا همین میگه در شریعت درست است یا نادرست؟ اینجا ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین که حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. جناب امام ابو هریره روایت میکند که پیامبر ما گفته بود است لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. شما هیچگاه به سوی خداوند دعا نکنید که خدای جان ما بگیر، خدایا من از همین جان بیزارم، خدایا من از همین حیات مانده شدم، خدایا مقصد حتی بیمارم که باشی، حتی اگر مشکلات هم به سرت بیاد، یعنی حق این دعا کردن میگن ندارید. اما محسنا فلعله یزداد. زیرا عمر برادر عزیز، حیات این خود بسیار نعمت است. تو ناشکری از نعمت حیات کردیسی، ناشکری از همین دادگی خدا کردیسی. برای این پیامبر میگه اگر به شرط نیکوکار باشی، تا از خدا مرگ طلب نکن، تا از خدا عمر طلب کن که آدم نیکوکاری با نیکیات به مردم میرسه. اگر آدم بدکارم که باشی از خدا مرگ طلب نکن و حیات باشو، توبه کو به سوی خداوند که تا که ترا گناهات ببخشد. زیرا با این فعلی بدت مقصد اگر یکی خدا جان تا بگیره و روی پیش خداوند تو راحت نمیبینی. برای همین نه آدمی خوب نه آدمی بد از این نعمتی که خدا بر اونها داده است حقی طلب کردن ندارند، بلکه پیامبر طرز طلب کردن را برای ما این گونه نشان داده. گفته است اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پیامبر گفت اگر بسیار بسیار شما اگر خواهید که دعا کنین به سوی خداوند، این گونه دعا کنین خداوندا زنده بدار مرا اگر همین حیات برای من خیر باشد، یعنی اگر همین حیات برای من خوب باشد نیک باشد، یعنی همین روزهایی که برای من داده بر زیان من نباشد بر ضرر من نباشد، خدایا همین حیات برای من نصیب بگردان. و باز در دامش گفت خدایا مرا بمیران و توفنی اذا کانت الوفات. خداوند مرا بمیران اگر همین وفات من برای من خیر باشد، این اگر همین مردنم برای من نیک باشد و خیر باشد و مقصد برای من خوشبختی بیارد، خدای میلش جان ما بگیر. یا اگر حیات برای من خوبی داشته باشد و سعادت بیارد، خدای حیات برای من نصیب بگردان. این طرز دعا کردنش این است. ما نمیتونیم این خیلی در حال یک سختی بالا من آمد یا مشکلات آمد یا اگر چیزی هم نه آمد مقصد من این دنیا را که ترک کنم و آخرت برم، اینجا هم حق نداره که از این نعمت ناشکری کنیم. خب بابای حاجی میرزا گوید که شخص مرتکب